به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما همراهان پیج ایرانوده. قول یک موج گسترده رو دادیم. شاید انقدر امسال کم بارشی بوده بگیم این گسترده ترین بارش های در واقع نظر وسعت اولین سیستمی است که به این گستردگی امسال میاد. جنوبی ها که اصلا بارش خوبی نداشتن، این سیستم علاوه بر غربی که خدا رو شکر یه 15 روزی از اوضاعش خوب شده، علاوه بر اونجا این بار جنوبم درگیر میکنه. ببینیم کدوم استانا بارندگی دارن. برف و باران، سیستمی که سرد هست، بهتر بگیم به این سیستم ها میگیم سردچال. یه سردچال داره به کشور ما نزدیک میشه و حدوداً از پنجشنبه ظهر وارد کشور میشه. امروز هم بارش‌های ضعیفی و ما گزارش داشتیم در منطقه شمال غرب مثل قزوین و مثل زنجان و شمال کردستان و جنوب آذربایجان ها. اما این پیش‌قراول هست، چرا که موج اصلی از فردا ظهر از سمت غرب کشورمون وارد میشه و موجب بارش برف و باران و همراه با افت 5 تا 8 درجه دما. جلوتر اشاره میکنم ببینیم که چه خبره. خدا رو شکر این موج خیلی گسترده است. در مورد شدت این موج متوسط حساب میشه. از شدت البته بعضی جاها شدید هم هست، اما از نظر گستره واقعا تمام استانها رو درگیر می‌کنه. بعضی جاها ضعیف و اما بعضی جاها شدید. کجاها بارندگی دارن بریم ببینیم. تصویر پشت سر من رو که می‌بینید در واقع این همون محدوده بارندگی هست. بارندگی مشابه به چه صورت از فردا عصر محدوده بارش رو به نوبت گسترش رو مشابه شمال جنوب همه جای کشور رو درگیر می‌کنه. از فردا ظهر تا شنبه شب به نوبت از غرب، شمال غرب، جنوب غرب تا شرق و شمال شرق و جنوب شرق کشور ما رو درگیر میکنه به نوبت. ببینید کدوم استان‌ها بارش دارن. این از ویدیو که دیدید روند گستره ورود این موج رو نشون میده، اما مجموع بارش رو همین موج رو میبینید در تصویر بعدی. تمام استان‌ها به جز شمال آذربایجان غربی، شمال اردبیل، مرکز و شمال آذربایجان شرقی بارندگی خیلی ضعیف. به جز در واقع میتونم بگم شمال شرق فارس شاید اونجا هم ضعیف داشته باشه. به جز مناطقی از استان کرمان، شمال شرق و در واقع مرکز کرمان هم بارندگی‌های نقطه‌ای میتونه حتی شدید هم داشته باشه، اما عمدتاً ضعیف است. اما در جنوب کرمان مفصل جلوتر صحبت خواهم کرد. و همچنین شمال سیستان و بلوچستان، بخشی از سیستان و بلوچستان همچنین بارندگی ضعیف میتونن تجربه کنن، اما از بقیه نقاط کم. به جز این استان‌ها تمام استان‌ها بارندگی دارن. البته بارش‌ها در غرب هرمزگان، بخشی از استان فارس مثل مرکزش ضعیف‌تر هست نسبت به سایر نقاط. همچنین در خط ساحلی خوزستان، غرب خوزستان ضعیف‌تر هست بارش‌ها نسبت به سایر استان‌ها. بقیه استان‌ها بارش متوسط تا شدید رو دارن. برای مثال هسته بارش در چهارمحال بختیاری، در شمال چهارمحال بختیاری کوهرنگ پای ثابت که احتمالاً حوالی 40 تا 50 سانت همون نیم متر برف رو خواهد داشت. این روزا خیلی مهم است برای منابع منطقه جنوب غرب اون. خدا رو شکر اوضاعش 20 روزی از گزارش برف‌های سنگین رو داریم. شرق لرستان مناطقی از موج سرد از تمام استان‌های باند غربی به جز جنوب ایلام در واقع که برف نمیاد اون منطقه. شمال ایلام حتی شهر ایلام ممکنه برفاب بزنه. ایلام هم خود شهر ایلام کم برف میزنه. برف خوبی خواهند داشت. همدان برف نسبتا خوبی خواهد داشت. استان کردستان، استان در واقع زنجان، قزوین، تمام استان‌های غربی برف خوبی رو خواهند. تهران هم همینطور برف ممکنه برای ساعت‌های مرکز و شمال تهران برفی بشه. بیشتر ساعت برفاب رو داریم. جنوب تهران هم احتمالاً بارندگی هست. بارندگی که 100% هست، منظورم که باران هست بیشتر. هم بارش در اصفهان شرقش ضعیف هست. در مرکز اصفهان هم بارندگی ضعیفی رو داریم. بقیه استان‌ها بارندگیشون متوسط هست. در مورد هسته بارش از غرب گفتم. حالا بریم جنوب. بعد مدت‌ها میخوام در مورد جنوب بگم. در مرکز هرمزگان، شرق هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان تا حدودی مرکز سیستان و بلوچستان، این استان‌ها بارندگی‌های با همراه رگبار و ردور و سیلاب رو تجربه خواهند کرد. پس حواستون باشه اگر ساکن این مناطق هستید آگاه باشید که
باد و رگبار و تندباد و تگک در انتظار این چند نقطه‌ای که اعلام کردم به شکل شدید به همراه آب گرفته، شاید گزارش بارش بالای 60 میلیمتر هم از این منطقه دور از ذهن، 60-70 حتی دور از ذهن نیست. برای بازه زمانی که عرض کردم این سیستم گستره و سرعتش بالا، به سرعت پنجشنبه شب و جمعه خیلی نقاط رو درگیر میکنه. حتی جنوب شرق هم از همون جمعه بارندگی شروع میشه، جمعه عصر و شب، و باعث اون بارش‌هایی که گفتم میشه. این از بارندگی. اما در خصوص برف، نقشه برف توضیح دادم. برف رو مشاهده میکنید، مناطق برف، عمده فعالیت این سیستم در مناطق برفخیز مستعد به شکل جامد هست، یا همون برف یا برف. بنابراین نیمه شمالی اکثرا سفید پوش خواهند شد از این سیستم. اینم نقشه برف. در جنوب ارتفاعات مرکزی کرمان هم شانس بارش برف دارن. در شمال غرب فارس هم احتمالاً مناطقی سفید پوش همرز با کوکیلو و بویراحمد و حتی جنوب اصفهان. این از برف تاثیر پشت سر من. حالا نقشه باد رو میبینید. یک هشدار قرمز برای باد رو صادر میکنیم. وزش باد شدید در روز جمعه و شنبه و بخصوص جمعه در جنوب شرق استان اصفهان، شمال و شمال شرق استان فارس، در مناطق غرب و مرکز یزد، در استان کرمان، بله استان کرمان، خواستم بگم کرمانشاه، استان کرمان، در شمال سیستان و بلوچستان و تا حدودی ضعیف‌تر در خراسان جنوبی. این نقاط و به خصوص با تاکید ویژه در استان کرمان و شمال شرق استان فارس. این دو نقطه وزش باد در روز جمعه و شنبه و به خصوص جمعه بالای 100 کیلومتر وزش تندبادها خواهد بود. پس احتمال خسارت خیلی زیاده. منطقه بیابونی هست، منطقه خشک، بارندگی کم بوده. طوفان‌های شن سنگین رو ما میتونیم در این منطقه با توجه به این باد، سرعت باد قابل ملاحظه تجربه کنیم. پس هموطنان در این نقاط آگاه باشن و خودشون رو برای این شرایط ویژه و موقت آماده کنن. ممکنه خسارت در این منطقه باشه. پس وزش باد بالای 100 کیلومتر، تندبادهای بالای 100 کیلومتر رو در جمعه و تا حدود شنبه هم خواهیم داشت. این از وزش باد. گفتیم موج سرد. نقشه پشت سر من نقشه دمایی رو مشاهده میکنید. گفتم سرد، کاهش دما سراسر کشور. نقشه رنگ آبی و سرد، خدا را شکر سراسر کشور. حتی واسه امسال خود زمستون نداشتیم اینقدر دماها بیش از نرمال بود. حتی واسه یک هفته 10 روز موندگاری خوبی داره این توده هوای سرد. هوای سرد رو تجربه میکنم. بنابراین سراسر کشور به نوبت از فردا عصر و شب و به خصوص جمعه تا 5-6 روز 7 روز آینده کاهش دمای 5 تا 8 درجه‌ای رو تجربه میکنن و این دمای سرد گفتم که موندگار است تا 7-8 روز و دماهای کمینه منفی در اغلب استانها حاکم خواهد شد. امیدوارم از بارندگی‌های پیش رو لذت کافی رو ببرید. انشالله که این شرایط ادامه دار باشه. شرایطی که رو به بهبود بوده انشالله ادامه دار باشه. خیلی ممنونم که این گزارش رو دیدید. اوقات خوش. خدا نگهدار.